پیمان عزتی هستم، مدیر کل تحقیق، توسعه و نوآوری گروه صنعتی لینکران. اخیراً محصول جدیدی رو که در راستای همین عایق‌های السترومری سلول بسته بر پایه MBR و PVC گروه صنعتی لینکران با استفاده از دانش بومی پژوهشگران و کارشناسان واحد تحقیق و توسعه گروه و همچنین با همکاری پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های مطرح کشور تولید کرده است. عایقی هستش که با نام تجاری اینسپایر تولید انبوه شده و وارد بازار کشور شده. اینسپایر عایق السترومری سلول بسته بر پایه MBR PVC هستش که دارای خواص ویژه‌ای هست. این عایق برای اولین بار در ایران و به جرئت میتوان گفتش که در دنیا به این ترتیب تولید شده است که در آن تفکیک پذیری کاربری رو بر اساس رنگ‌ها ما تولید کردیم. عایق السترومری اینسپایر با تفکیک در رنگ قرمز و رنگ آبی این راحتی و سهولت رو برای صنعت تأسیسات به همراه خواهد داشت که بتونن در تقسیم بندی کردن لوله‌های انتقال آب گرم و آب سرد تفکیک رو ایجاد بکنن که این لوله‌ها و این تفکیک میتونه سهولت تعمیر و نگهداری تأسیسات رو به همراه داشته باشه. معمولاً عایق‌های السترومری مشکی هستن و این باعث میشه که در تأسیسات و در جاهای مثل موتورخانه‌ها کلاً تمام دیگ‌های بخار، بایلرها و هر جایی که نیاز به عایق حرارتی داره همشون مشکی باشن. اما این تفکیک رنگ بر اساس قرمز و آبی این خاصیت و این سهولت رو میده که در تعمیر و نگهداری و در شناسایی خطوط آب گرم و آب سرد آسانی به وجود میاد. عایق السترومری لینکران سبز رنگ رو ما داریم که این عایق السترومری سبز رنگ داره خواص ویژه‌تری هستش نسبت به سایر همکلاس‌های خود که میتونیم به این اشاره بکنیم که دارای گرید مقاومت در مقابل آتش C هستش. همچنین دارای خواص نان هالوژن هست. خواص نان هالوژن برای طبیعت خوبه و به هنگام سوختن و یا به هنگام از بین رفتن باعث آلودگی محیط زیست نخواهد شد. عایق‌های السترومری به طور کلی استفاده کردن از عایق‌های السترومری باعث میشه که میزان سوخت فسیلی کمتری در دنیا استفاده بشه. به همین دلیل این عایق‌ها دریچه نوینی رو به صنعت ساختمانی و تأسیساتی جهان خواهند گشود که انشاءالله آرام آرام تمام تأسیسات و ساختمان‌های داخلی کشور نیز از این محصولات استفاده بکنند. در بخش نوآوری گروه صنعتی لینکران ما آمادگی این رو داریم که تمام پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان ایده‌ها و افکار جدیدی را که در صنعت ساختمان و در تولید مصالح نوین ساختمانی بهش فکر می‌کنند از طریق آدرس‌های موجود در این فیلم ما رو پیگیری بکنن، از آخرین اخبار مطلع بشن و با ما تماس بگیرن.